ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми сеюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгон оғоз менамоем. ҳоло гуфтори дуюмро аз рӯи ин раман бишнавед. рови Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми дуюм. هرچی باشد هم از تیری بدقصدان مؤمنان را مدافعه کرده ایستاده جان داده است. من به شهید بودنی مرحوم شبهه ندارم. شهید آن است که در راه اسلام در غزات مرده باشد، نه این که هر کسی که در راه حق جان فدا کرده باشد وی شهید است. شریک به این شبهه نکنید هم می شود. شما راه حق گفته کدام چیز را می فهمید؟ پرسید ملای باوقار. ملای خاکسار هنوز به جواب لب نکشاده بود که از بیرون حیدرقل، عصا، نسیم جان، میرک گریان را همراه گرفته آمدند. میرک دده جانم گویان به حوری درون در آمده رفت. کلان سالها به کتی روی حوری نشستند. ملای خاکسار قرآن خواند. همه دست برداشته آمین گفتند. پس ملای خاکسار که حیدرقل را می دانست به وی مراجعت کرده پرسید: جناب حیدرقل در سر قبر تلاوت قرآن می کردگی آدم بود یا نه؟ یا کی بود؟ گفت حیدرقل مقصد او را فهمیده. قاضی سعید تلاوتی نقص کرد. با همه قانون و قاعده مسلمانی به خاک سپاریدیم. سعید پهلوان مسلمان بود، آدمی با اعتقاد بود. در کاغان در دخترخانه تمام شد میگویند. گفت باز ملا: آیا از نزدیکانش هیچ کس در نزدش بود؟ در وقتی نزعی جان: ها، من بودم، کاظم زاده بود، خویش و تبارها، دامادها، پسرها بودند. چی؟ آدمی مسلمان در دخترخانه قضا کند از دین می براید؟ خدا نکند، گفت ملای خاکسار. رحمتی بنده خداجوی مسلمانی کامل بود. البته در دقیقه های آخری عمر آدمانی خودی در اطرافش باشند بهتر دیه. حیدرقل گپ نزد و به اندیشه فرو رفت. امام خاکسار معنی دارانه به امام باوقار نگاه کرده ماند. وی باشد سنگهایی به سرش رسیده ایستاده را حس کرده خاموش و خپ می نشست. عصا به میان در آمد و خاموشی ناگاه به میان آمده را ویران کرد. آدمی خداجوی بود یا کی دیگر، به هر حال از میان رفت. اکنون گفته های ما کتی وی نه مسلمان می شود نه کافر. من به جای شما حضرت می شدم به قوم های خود نصیحت داده می گفتم که به حکومت شورایی ستیزه نکنند. یک نفر دو نفر بلشویک ها را کشتن قطعی به مراد رسیده نمی توانند. برعکس بلشویک ها به هر قطره خونی ناحق ریخته رفیقانشان سری 10 خائن را از تن جدا می کنند. البته راست می گویید پسرم عصا، گفت امام خاکسار. لیکن قوم های ما همه آدم های خدا ترس، هیچ کس به حکومت ستیزه نمی کند. شب و روز دعای جان درازی یاش بخاری ها را می کنیم. البته گفتماند امامی باوقار. حیدرقل که درباره وضعیت آن روزه زندگی بخارا به فکر فرو رفته بود
و سؤالهای امام به خاطرش رسید که هنوز اکثریت مردمی بخارا تا چه اندازه به تأثیر دین و خرافات مانده اند، گفته های عصا و جواب امام ها را شنیده زیر لب تبسمی کرد و گفت: با حکومت ستیزه می کردگان با خدا و پیغمبر هم ستیزه می کنند. نعوذ بالله، گفته ماندند هر دو ملا. نه، راست دیه، گفت به گپش دوام داده حیدرقل. آن خیل آدم ها به مسجد هم نمی آیند، سخن حق حضرت امام را هم نمی شنوند. لیکن گفته های عصا همین قدر جان دارد که به هر حال به قوم هایتان نصیحت کرده استادنتان به گوش دیگرها هم می رسد و از فایده خالی نمی شود. ما شب و روز در حق حکومت عادلمان دعا می کنیم، گفت تملق کارانه امامی با وقار و از جا برخاست، چون که در این دم از دروازه فاتحه خوانی بسیاری آمده می در آمد. وقتی که نیمی آدمان آمدگی به درون مهمان خانه و نیمشان در بیرون نشسته قرآن گوش کردند و به فاتحه دست برداشته آمین گفتند و از جا برخاستند، از تکی دروازه ایستاده نسیم جان حیدرقل را با اشاره به طرف خود جیغ زد. حیدرقل آدمها را گسیل کرده ایستاده به نسیم جان نزدیک شد و ها چی خبر؟ گفت. شما و اکا عصا را رئیس جیغ می زنند، مصلحتی تعجیلی، گفت نسیم جان. حیدرقل فهمید که او را رئیسی چیکه جیغ می زند، بنابراین با سرش اشاره خوب را کرد و به صاحبان حولی به دامادهای مرحوم نگاه کرده گفت: خیر برادرها، به من و عصا جواب، اگر خالی شویم بیگاهی البته می آییم. به میرک نگاه کنیتان، بسیار تپید. در حقیقت میرک می تپید. وی به یک کنج خانچه‌ای در پهلوی آشخانه بودگی خزیده، گاها ددجان گویان فغان می کرد، گاها بی صدا می گریست، گاها به یک نقطه چشم دوخته خاموش، مات و مبهوت و غمگین می نشست. مادرش، اپهایش، فیروزه، آییم شاه و دیگران که در حولی درون بودند هرچند نصیحت می کردند فایده نمی بخشید. وی گفته های آنها را نمی شنید، به معنای سخنانش پی نمی بود. در پیش نظرش همیشه سیمای مهربان، صمیمی و نورانی پدرش نموده می ایستاد. هیچگاه وی در چشمهای پدرش قهر و غضب و آتشینی را ندیده بود. هیچگاه وی از او سخنانی بد، حقارت و دغلی را نشنیده بود. یگان بار دستانی با قوت و پرزوری او به سری میرک بلند نشوده بودند. پدرش بود، دلی میرک به قوت و آسوده بود. با پدرش یک جایه کوه را تلقان کردن برای او هیچ می نمود. پدرش عقلی او، خردی او، قوتی دست و بازوی او بود. پدرش بود هرچی می خواست می کرد. بیغمانه با جوره هایش بازی می کرد، مکتب می خواند یا نمی خواند، بازاری شب می رفت، به پاییزچه سوار شده کاغان می رفت، به مادرش به کارهای خانه یاری می داد، درباره نان و آش فکر نمی کرد. کیفی داشت. اکنون یک باره دستش از زمین و آسمان کنده شد، یک باره از همه حضور و حلاوتش جدا گشت. بی پدر، صغیره، بی کس شده ماند. اکنون غمی روزگار، غمی زندگی به سر وی افتاد.
اکنون بازی و بی‌پروایی نی، اکنون کار و مهنت و فکر و اندیشه کردن لازم می شود. در بین یک دو روز میرک به یک چند سال کلان شده ماند. مادر میرک نه از آن قبیل زنان بود که تیکی خورم زن که مورم گفته شیند و از خوردی به مهنت و نادارمی عادت کرده بود. از تیرهای ناگهانی قضای و قدر چندان افتاده و مایوس نمی شد، گویا که همین حالتها را پیشتر می دانست و منتظر بود. وی از روزی که سید پهلوان به خدمت اسد مخصوم در آمد همیشه ناراحت، همیشه در خواطر بود. 100 بار 1000 بار به شوهرش گفته بود که از این کارش دست کشد. با اسد مخصوم کار کردن چون با پلنگی تیز دندان بازی کردن است. لیکن مگر سید پهلوان به سخن او گوش می کرد؟ او را تسلی می داد و آسوده کردنی می شد. انا آخر به جان خودش جفا کرد، آنها را بی کس مانده رفت. خدا الهی میرکم را از چشم بد نگاه دارد، فعل و کردارش خودی ددیش برین، می گفت وی به فیروزه. اینقدر سوختنش بی سبب نی. پدر و پسر یک خیل بودند. رحمتی یک روز نبینند کار کردن نمی توانستند. این هم به ددیش اوچ بود. اوچ ازبیکی به معنای آموخته، چسبان، جدا نشونده. میرک را خواندن لازم، می گفت فیروزه. خط و سوادش هست، اکنون خواندنها آسان شدگی. انا من گفتن یک معلمی دانا می شود. نمی خوانم می گوید، گفت کمپیر. اگر من خوانم زندگی چی می شود می گوید. به ما کی نگاه می کند می گوید. زندگی به هر حال می گذرد، گفت فیروزه. حکومت شما را گشنه نمی ماند. ها، خدا پادشاه، گفت کمپیر. جان داده است، رزق و روزی هم می رساند. بعد کار می کنم گفتنش قطعی چی کار هم می کرد. از دستی این صغیره چی کار هم می آید. من مشکابی می کنم، گفت میرک که بروی حولی برآمده گفته های مادرش را شنیده بود. زنها به سوی او برگشتند. وی دیگر گریه نمی کرد. با چشمانی سرخ گشته و قواقهای ورمیده و روی پژمرده ولی سربلندانه و قامتی راست می ایستاد. یک کوزه آب را از حولی بیرون تا به این جا آوردن نمی توانی و مشک آب را می برداری. سرزنش کرد مادرش. می توانم، لازم شود، می توانم. یک رهگی می کرد میرک. عصا اکیم هم از خوردیشان مشکابی کردگی. عبدالله جان جوریم هم از خوردیش مشکابی می کند. من هم اکنون ددیم نیستند که. به چشمان میرک باز اشک نمایان شد. کمپیر و فیروزه هم رومالچه هایشان را به چشمانشان گذاشتند. میرک از نزد آنها گذشته به حولی بیرون برآمد و از بیرون آوازی خسته و بی‌حالانه او شنیده می شد که وا دده جانم می گفت. آن روزها در بخارا و اطراف آن وا دده جانم می گفتگی ها 1 تا 1 تا 10 تا 20 تا نبودند. بسیار خاندان ها در ماتم پدران، شوهران، فرزندان و جگرگوشگان خود می سوختند. جنگی 1 هفتگی سالی 1920 کیها تمام شده باشد هم، امیر و عملدارانی وی نیست و نابود شده باشند هم، ضدیت ها زد و خوردها تمام نشده بودند. برعکس اکنون آتش می گرفتند.
شعله بر می افروختند. خلقی کم بغل و ستم دیده، نعمت انقلاب را چشیده، براهی آزادی و حیات نو قدم گذاشته بودند. برعکس ستمکاران و ظالمان محویت خود را بر علایینه دیده با خوری جان به پا خیسته بودند. در بخارا بهار آمده بود. لطافت آن در همه و در هر جا مشاهده می گردید. ولی لکه های ابری سیاه گاه آسمانی نیلگون را پوشیدن می خواستند. بادهای سردی نافارم که یاد از زمستانی گذشته می دادند، گاه تند و زیده گل و ریحانها و مخچه های نهالان را از میان بردنی می شدند. خیریت که آفتاب خرم بهار لطف و احسان خود را از سر مردم کم نمی کند. قسم سیوم. فیروزه در کابینت خود نشسته به گازیته امروزه و به رسم سید پهلوان چشم دوخته در عین زمان درباره رفت کارهای زندگی فکر می کرد. برای آنکه وی فیروزه از فقیری و بینوایی و بی‌حقوقی خلاص شده انا در این کابینت به سر کار آمده نشیند، همین قدر زد و خورد، کشمکش و خونریزی. خیر، اگر نشود چی بود؟ آدمها به تقدیرشان تن می دادند و خاموش می نشستند. امیر در تختش می نشست، حاکمانی وی خلق مهنتکش را کار می فرمودند، هرچی می خواستند به حق آنها روا می داشتند، می زدند، غارت می کردند، به ناموسشان می رسیدند، می کشتند، زیر پا می کردند. نه، به آن ظلم و مذلت آدم تاب آوردن نتوانست. سر برداشت، تخت و تاج را زیر و زبر کرد و به سوی آزادی، به سوی زندگی آزادانه قدم گذاشت. از غلامی و حقیری برای آزادی جان دادن را به خود اولا دانست. سید پهلوان هم همین طور و یک شاخی زهرینی باقی مانده ظلم را از بیخش کنده ایستاده جان داد. این را اولاد نورس فراموش نمی کند. ساعت از 3 گذشته بود. در کلوب دخترها درس آخرین را می خواندند. زنهای میان سال کورپه لگنده می کردند، درس می دوختند و زه می بافتند. در آشخانه به کبولها نهاری می پختند. همه به کار خود مشغول بودند. فیروزه از کارهای کلوب خاطر جمع و آسوده بود. هیچ نباشد همان روز همان ساعت یگان کاری تعجیلی نداشت یا که دست و دلش به کار نمی رفت. دلش خفه و هنوز هم در چشمانش آثار بسیار گریه کردنش نموده می ایستاد. صورتی سید پهلوان بروی او با اندک تبسم نگاه کرده ایستاده گویا می گفت که انا دخترم، ما هم کارمان را کرده شدیم. هرچند کوشیدیم که پیش راهی دشمن را گیریم و خودمان را از خطر ایمن داریم، نشد. دشمن مکاری کرد. لیکن شما هوشیار باشید که دشمن غفلت نمی کند. دیروزکک بود که
از کاگان پیاده به بخارا آمدیم، در دم دروازه مزار شما را دیدیم و انا اکنون خودمان به مزار رفتیم. مزار شما زیارتگاهی مردمی مهنتکشی بخارا می شود، گفت به دلش فیروزه و به یادش میرک رسید. بچه قابیل هوشیار، پدرش بر این دل صاف، او را تربیه کردن لازم، به مکتب ماندن لازم. البته حکومت برای عائله بی پرستار مانده سید پهلوان نفقه می برارد، به مشکابی کردن میرک حاجت نمی ماند. فیروزه به این فکرها بند بود که در کشاده شد و همراه خان با چشمانی پر اشک در آمد. فرنجی و چشم بندش در دست آویزان، سربند به گردنش افتادگی، موهایش فخ کردگی، پریشان، وضعیتش اسف‌انگیز. خوش چی شد؟ چی گپ؟ گفت فیروزه که می دانست همراه خان البته با نسیم جان جنگ کرده آمدگی. باز نسیم جان رنجاند. همراه خان حق کنان گذشت و خود را بروی دیوان پرتافت. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را، گفت همراه خان شعری حافظ را به زبان آورده. من هم این فرنجی و چشمبند را می پرتایم و سرلوچ و پالوچ از قفای نسیم جان دویده می گردم. برای چی؟ برعکس فرنجی و چشمبند را نپرتاید، بهتر می شود که از قفایش دویده گشتنی شما را نمی داند. می خندید. میلش خندیدن گیرید. شاعر راست گفته است: تو ای کبوتری بامی حرم، چی می دانی؟ تپیدنی دلی مرغانی رشته بر پا را. فیروزه حیران بود. این زنی با عقل، با معنی، شعردان و شعرگوی که در هر مورد تمثیل گفته می تواند، به خودش آمده بند شده مانده است. رشکی بی معنی منطق را زیر، عقل را لال کرده مانده است. اگر یکی از مرغانی رشته بر پا شما باشید، گفت فیروزه، همین را دانید که هیچ کس به پای شما رشته نبسته است. خودتان با یاری رشکی بی معنی پایتان را اشکیل بند کرده ماندید. نباشد بخت و سعادتی که شما دارید هیچ کس ندارد، گفت همراه خان سخت کرده، و به هیچ کس روا هم نمی بینم. نادرست گفتم کو، شما کبوتری بامی حرم. خیر، چی شده است؟ روزانه تا خودی بیگاه برآمده رفتنش بس نبود که اکنون شبها هم بیدرک می شود. پرسم درست جواب نمی دهد. حس می کنم که تا رفت به من خنک شده ایستاده است. کی می داند؟ یگانته از خودش جوانترش، از من نقصترش را یافتگی است. حاضر چی بسیار جوان زنهایی شو طلب
انا کلوبی شما پور شده خواب کرده است. انا خلاص، اکنون زنهای کلوبی ما هم باعث رشک شما شدن. می ترسم که یک روز از من هم رشک می کنی. البته، گفت همراه خان به طور جدی. گنجشک در باغ مگر از یگان میوه شیرین رو می تابد؟ نسیم جان من از کدام گنجشک و شما از کدام میوه شیرین کمی داری؟ شرم کنید، گفت فیروزه هم به طور جدی. نسیم جانی شما گنجشک بودن کتی هر میوه شیرین به وی خوش لبی نمی گوید. عقلتان را کمتر کار فرمایید همراه خان. اگر کار به همین طریق رفتن گیرد، نسیم جان از بحری همه چیز می گذرد، جانش را خلاص می کند و باعث آن بدبختی شما می شوید. خودتان به پای خودتان تیشه زده ایستاده اید. همراه خان از سخنان فیروزه خیلی به خود آمد و آبی چشمش را پاک کرده به خیال رفت. راست میگویید فیروزه جان، گفت نهایت وی با آوازی خسته. همه گپ‌های شما راست و حقیقتند، اما چیکار کنم؟ من دیوانه شدگی گفته خودتان را سر داده ماندید، گفت فیروزه طعنه آمیز. کس باید پیشی راهی خیال‌های باطلش را خودش گیرد. در این خصوص هیچ طبیب به شما دوا داده نمی‌تواند. یک درست فکر کنید، شوهر شما تنها کسی نیست که شب و روز به کار مشغول باشد. انا عصای من هم گاها 2 شب و 2 روز، 3 شب و 3 روز غایب شده می رود. کاری آنها همین خیل زمانه آسودنی. عکس الحرکت چیانی لعنتی هر زمان از هر جا سر برآورده ایستادند. اگر آنها هوشیاری نکنند، به سرمان فلاکت‌های سخت آمدنش ممکن. این را من میدانم. نباشد برای چی؟ گفتم کو وقتهای آخر من با تمامی هستی خود حس می کنم که نسیم جان به من خنک شده ایستاده است. آمد به سرم از آن چی می ترسیدم. این را من از اول می دانستم. نسیم جان برای من از حد زیاد جوان است. جوانی خواه ناخواه کاری خود را می کند. بله دیوانگی های من بیفایده. شما راست می گویید. шунавандагони азиз, шумо гуфтори дуюмро аз рӯи рамани тахтивожгуни нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.